از همون ابتدای داستان خواننده متوجه میشه که راسکولنیکوف تصمیمش رو برای قتل پیرزن گرفته. این ایده از کجا میاد؟ چرا باید یک دانشجوی فقیر با اون همه مشکلات فکر قتل یک نفر رو تو سرش داشته باشه؟ معمولاً مشکلات مالی و اجتماعی شخص رو منفعل میکنه از هر گونه فعالیت‌های دیگه که نتیجهش حل مشکل خودش نباشه. تو قسمت ملاقات با داستایوفسکی دیدیم که شخصیت راسکولنیکوف اینطوری شکل گرفته. یک آدم باهوش که از نظر هوش منطقی لول بالایی داره، اما هوش عاطفی اون به قدر کافی رشد نکرده و در واقع تعادلی با هم ندارن. راسکولنیکوف باور داره آدمی که وجودش برای جامعه مضره باید از بین بره و خودش رو اونقدر محق میدونه که خارج از چارچوب قانون و عرف فکر میکنه میتونه این کار رو انجام بده و این عمل فقط از آدمی برمیاد که خودش رو بالاتر و فراتر از همه افراد جامعه و حتی قانونهای کشور میدونه. در واقع به نوعی شکستن این چارچوب‌ها به اون هویت میده، تعریفش میکنه که این البته هزینه گزافی برای خودش داره. شاید داستایوفسکی خودش میل به شکستن چارچوب‌های قوانین جامعه داشته. شاید که نه، حتماً با توجه به زندگی نامه‌ای که داره. در واقع نویسنده توی این رمان داره یکی از آرزوهاش رو زندگی میکنه. توی ادبیات داستایوفسکی موضوع اصلی رابطه شخصیت‌ها با همدیگه نیست. در واقع روابط اونها با خودشون اصل قضیه است. راسکولنیکوف بیشتر دیالوگاش با خودشه تا با بقیه کاراکترها. داستایوفسکی ما رو دعوت میکنه به تماشای جدالی پایان ناپذیر بین عقل سرد و وجدان پر از اضطراب و از ما میپرسه آیا آزادی بدون مسئولیت ممکنه؟ خب الان وقتشه که شخصیت‌های اصلی این رمان رو با هم بهتر بشناسیم. خواهر راسکولنیکوف. دنیا شخصیت فرعی داستان نیست. دقیقاً نقطه مقابل روانی و اخلاقی برادرشه. اگه راسکولنیکوف در جستجوی معنای برتری فرد بر قانونه، دنیا به شکل غریزی قانون نانوشته کرامت انسانی رو پاس می‌داره. اون در میان فقر و تنگنا حاضر خودش رو قربانی کنه، اما هرگز شأن خودش رو نفروشه. روان اون از تئوری‌های انتزاعی خالیه، اما سرشار از شهود اخلاقیه، همون شهودی که در روان راسکولنیکوف رشد نکرده. قدرت دنیا در حفظ مرزهاست، حتی در تاریکی ناگزیر به خودش خیانت نمی‌کنه. دنیا آینه‌ایه که اگه راسکولنیکوف شهامت نگاه کردن در اون رو داشت، شاید متوجه میشد بزرگترین پیروزی گذشتن و رها شدن از وسوسه پیروزی بر دیگرانه. در لحظات پایانی داستان، وقتی راسکولنیکوف داره با تصمیمش برای اعتراف دست و پنجه نرم میکنه، حضور دنیا و همراه مادرش و همینطور سونیا بهش یادآوری میکنه که زندگی تنها یک معادله فلسفی یا نظریه قدرت نیست، بلکه مجموعه‌ای از روابط انسانی و مسئولیت است. رازومیخین دوست دانشگاهی راسکولنیکوف. رازومیخین در جنایات و مکافات قبل از اینکه یک دوست خوب باشه، یک نقطه تعادل در جهان بیمار راسکولنیکوف. پلی بین شخصیت اصلی و زندگی ساده، سالم و انسانی. رازومیخین نماینده اون بخش از روح انسانه که میتونه بدون اینکه به فلسفه‌های مرگبار یا توجیهات خود بزرگبینانه پناه ببره، معنا رو در کار، محبت و صداقت پیدا کنه. از نظر روانشناسی رازومیخین شخصیتی سالم نفس داره. نه به این معنا که جهانش بی‌نقصه، بلکه تونسته بین نیازهای فردی و مسئولیت‌های اجتماعیش توازن برقرار کنه. اون از فقر رنج میبره، اما رنج رو به خشم و انزوا تبدیل نمی‌کنه. شخصیتی خاکستری مثل اکثر مردم جامعه. رازومیخین برخلاف راسکولنیکوف گرفتار وسوسه استثنایی بودن نمیشه. فلسفه نانوشته ساده‌ای داره. انسان بودن کافیه و کافی بودن شرافت داره. همین سادگی اون به طرزی پارادوکسیکال عمیق‌ترین پاسخ رو به بحران اخلاقی و فلسفی راسکولنیکوف میده. در واقع رازومیخین مثل سقراط ناآگاست. شاید کتابای کمتری خونده، اما دانش عملی و زیسته داره که میتونه از بسیاری از فیلسوفان خودآگاه انسانی تر باشه. در یک کلام، هوش عاطفی این بشر رشد کرده. اون نه پیامبره و نه قهرمان تراژیک، بلکه یه دوسته و در جهان داستایوفسکی همین دوستی بالاترین شکل نجاته. مارملادوف، مرد میان سال فقیر و مست که راسکولنیکوف در اوایل داستان توی میخونه باهاش آشنا میشه.
از نظر روانشناسی و فلسفه داستانی، مارملادوف شخصیت خیلی مهمیه، چون اولین آینه‌ایه که راسکولنیکوف رو با واقعیت تلخ فقر و سقوط اخلاقی و در عین حال بخش‌هایی از انسانیت زخم خورده روبرو میکنه. ویژگی‌ها و تحلیل. خودویرانگری آگاهانه. مارملادوف میدونه که الکل زندگیشو نابود میکنه، ولی به نوعی با این نابودی کنار اومده. این پذیرش سقوط هم ترحم برانگیزه و هم تکان دهنده. گناه آگاهی شدید. اون مدام خودشو محکوم میکنه که نتونسته خانواده‌اش و دخترش سونیا رو از فقر نجات بده. اما این عذاب وجدان هم به جای اینکه باعث تغییرش بشه، بیشتر بهونه‌ای شده برای ادامه خودویرانگری. با اینکه بارها به دخترش سونیا ظلم کرده، چون ناخواسته اون رو به تن فروشی کشونده. در عین حال عمیقاً بهش افتخار میکنه، چون در ذهن خودش سونیا نماد فداکاری و نجات خانواده است. کارکرد فلسفی در داستان. مارملادوف به شکلی ناخودآگاه پایه تقابل فلسفی راسکولنیکوف رو شکل میده. آیا انسان در نهایت شایسته رستگاری هست؟ اون خودش سقوط کرده، اما بر این باوره که سونیا با وجود همه رنج‌ها یک انسان پاک و نجات یافته است. تأثیر بر راسکولنیکوف. ملاقات با مارملادوف راسکولنیکوف رو به دنیای سونیا وصل میکنه و مسیر تحولات عاطفی و اخلاقی اون رو شروع میکنه. این دیدار اولین ترک در دیوار تئوری سرد و بی احساس راسکولنیکوفه. سونیا سیمونووا مارملادوف. ویژگی‌ها و تحلیل. دختری جوان، ظریف و آرام، با قلبی مهربان و روحی آسیب‌پذیر. با وجود شرم اجتماعی ناشی از کاری که برای تأمین خانواده‌اش انجام میده، ذاتاً پاکدامن و با وجدان باقی مونده. درونی ترین ویژگی اون ایثار بدون انتظار پاداشه. زندگیش رو فدای دیگران میکنه، اما هیچ وقت از این فداکاری برای قدرت طلبی یا جلب ترحم استفاده نمیکنه. از نظر روانشناختی سونیا نمونه ای از تاباوری معنویه، تحمل رنج شدید بدون فروپاشی اخلاقی یا عاطفی. نقش فلسفی در داستان. نماد رستگاری از راه فروتنی و ایمان در مقابل نظریه انسان برتر راسکولنیکوف. سونیا با عمل خودش نشون میده که والاترین مقام انسانی در پذیرش رنج و وفاداری به اصول اخلاقیه. شخصیت سونیا بیانگر تضاد داستایوفسکی بین آزادی بدون خدا و آزادی در ایمانه. سونیا با ایمان ساده‌اش آزادی درونی داره، در حالی که راسکولنیکوف در کلاف پیچ در پیچ نظریه‌اش اسیر شده. چرایی وجود سونیا در داستان. سونیا به نوعی نقطه نور در دنیای تاریک رمانه. توازنی برای خشونت، فقر و فساد. اون به خواننده یادآوری میکنه که پاکی یه چیز ذاتیه و میتونه در ناپاکترین موقعیت‌ها بقا داشته باشه. در ساختار فلسفی رمان، سونیا ابزاری برای نشون دادن این ایده است که نجات و بخشش از مسیر غرور رد نمیشه، از مسیر فروتنی و عشق به دیگران میگذره. تأثیر بر راسکولنیکوف. سونیا اولین کسیه که راسکولنیکوف بهش اعتراف میکنه که مرتکب چه جنایتی شده، چون میدونه مورد قضاوت قرار نمیگیره. ایمان و پایداری سونیا ذهن و قلب راسکولنیکوف رو کم کم از توجیهات سرد و منطقی جدا میکنه. در نهایت اون همراه راسکولنیکوف به تبعید میره و حضورش به معنای امید و آغازی دوباره است. همون عاملی که باعث میشه راسکولنیکوف راه رستگاری رو طی کنه. رابطه راسکولنیکوف و سونیا مارملادوف. این رابطه یکی از عمیق‌ترین و تأثیرگذارترین پیوندهای انسانی در ادبیات کلاسیکه و نه تنها محور تحول شخصیت راسکولنیکوفه، بلکه نمادی از برخورد دو جهان متضاد: گناه و رستگاری، عقل و ایمان، ناامیدی و عشق. ویژگی‌های رابطه سونیا و راسکولنیکوف. 1. رابطه‌ای مبتنی بر همدلی و درد مشترک. هر دو شخصیت در رنج و فقر معتبرند، اما واکنششون به این رنج متفاوته. راسکولنیکوف با غرور و تئوری فلسفیش به قتل رو میاره، در حالی که سونیا با فروتنی و ایثار تنفروشی رو برای نجات خانواده‌اش انتخاب میکنه. این تفاوت زمینه‌ای برای گفتگوهای عمیق بینشون فراهم میکنه. در نهایت صحبتاشون داستان رو به نقطه اوج خودش میرسونه.
جایی که راسکولنیکوف روی پاهای سونیا تعظیم میکنه و وقتی سونیا ازش میپرسه چرا داری این کارو میکنی، راسکولنیکوف میگه من به تو تعظیم نمیکنم، بلکه در مقابل تمام رنج‌های نوع بشر سر تعظیم فرود میارم. 2. سونیا آینه وجدان راسکولنیکوف. سونیا با ایمان مسیحیش نماد بخشش و رستگاریه. اون نه تنها راسکولنیکوف رو قضاوت نمی‌کنه، بلکه با عشق و صبر اون رو به اعتراف و پذیرش گناه هدایت میکنه و مفهوم رستاخیز روحی رو بهش منتقل میکنه. 3. تحول راسکولنیکوف از طریق عشق سونیا. عشق سونیا بی قید و شرطه. حتی بعد از اعتراف کنارش میمونه. این عشق نقطه آغاز تحول درونی راسکولنیکوفه. از انکار گناه به پذیرش، از غرور به فروتنی. و در پایان رمان راسکولنیکوف در زندان به تدریج به زندگی برمیگرده و سونیا همچنان در کنارشه. بازپرس پرفری پتروویچ. ویژگی و تحلیل شخصیت. بازپرس توی داستان جنایت و مکافات یک شخصیت هوشمند، زیرک و دقیقه. اون نماینده قانون و عدالته که با تیزبینی و صبر سعی میکنه راز جنایت رو فاش کنه. نقش روانشناسانه پتروویچ یکی از شاهکارهای داستایوفسکی در جنایت و مکافاته. شیوه روانی پتروویچ برای به دام انداختن راسکولنیکوف. پرفری پتروویچ تقریباً از همون ابتدای داستان به راسکولنیکوف مشکوک میشه، اما به جای حمله مستقیم از یک روش شطرنج ذهنی استفاده میکنه. طرح پرسش‌های ساده و بی خطر ظاهری ذهن راسکولنیکوف رو در حالت دفاعی و پر از تردید نگه میداره. بازی با سکوت و فاصله. پتروویچ گاهی عمدن بحث رو رها میکنه. در واقع یه جوری میخواد به راسکولنیکوف زمان بده تا در تنهایی و تردید شکنجه بشه. این سکوت فشار روانی بیشتری ایجاد میکنه تا بازجویی مستقیم. طنز و شوخی ظاهری. بازپرس در ظاهر خوش برخورده و حتی گاهن شوخ طبعه. اما این شوخی‌ها همیشه حاوی اشارات و کنایه‌هایی که ناخودآگاه وجدان راسکولنیکوف رو لمس میکنه. ایجاد حس برتری کاذب در متهم. پرفری گاهی طوری رفتار میکنه که انگار باور نداره راسکولنیکوف قاتله. بعضا اون رو تحسین هم میکنه. این باعث میشه گارد راسکولنیکوف پایین بیاد و ناخواسته اطلاعاتی بده. فشار غیر مستقیم. اون با مطرح کردن داستان‌ها و نمونه‌های مشابه جنایت ذهن راسکولنیکوف رو به صحنه قتل برمیگردونه و تو این حالت واکنش چهره و زبان بدن اون رو میخونه. در نتیجه پتروویچ یا همون بازپرس داستان ما هرگز عجله‌ای برای گرفتن اعتراف نداره. اون میدونه که راسکولنیکوف به واسطه تضاد بین فلسفه برتری فرد و وجدان انسانی خودش رو به دام میندازه. پرفری فقط این کشمکش درونی رو تحریک میکنه تا لحظه‌ای که راسکولنیکوف احساس کنه تنها راه رهایی گفتن حقیقته. حتی توی قسمتی از داستان وقتی به راسکولنیکوف میگه که متوجه شدم که تو قاتلی، بهش 2 روز زمان میده. سویدرگایلوف یکی از پیچیده ترین و خاکستری ترین شخصیت ها با گذشته تاریک و تمایلات مرموز. ویژگی ها و تحلیل شخصیت. سویدرگایلوف مردی میانسال، ثروتمند، خوش‌پوش اما مرموز و پر از تناقضه. در گذشته متهم به بدرفتاری و حتی قتل همسرش شده. گرچه هیچ وقت محکوم نشده. اون از نظر اخلاقی در منطقه خاکستری قرار داره. هم توانایی کمک به دیگران رو داره، هم ظرفیت ارتکاب اعمال غیر اخلاقی. رفتارش غیر قابل پیش بینیه و همین باعث میشه در نگاه اول خطرناک به نظر بیاد. نقش فلسفی و روانشناسانه. سویدرگایلوف به نوعی آینه تاریک راسکولنیکوفه. هر دو از نظر فکری و اخلاقی از هنجارهای جامعه فاصله گرفتن، اما سویدرگایلوف این فاصله رو بدون عذاب وجدان پذیرفته. اون تجسم نوعی نهیلیسم عملگرایانه است. در واقع به این اصل باور داره که هیچ چیز اهمیت واقعی نداره و همه چیز مجازه به شرط اینکه بتونی از عواقبش فرار کنی. از نظر روانی اون نماینده مسیر احتمالی راسکولنیکوفه اگه اخلاق و احساسات رو کاملا کنار بذاره. چرایی وجود سویدرگایلوف در داستان.
داستایوفسکی این شخصیت رو وارد داستان میکنه تا یه نسخه افراطی از فلسفه برتری فرد رو نشون بده. اگه راسکولنیکوف هنوز با وجدانش میجنگه، سویدرگایلوف این جنگ رو سالها پیش رها کرده و پذیرفته که زندگی مجموعی از لذت‌ها و بی‌معنایی هاست. حضور اون باعث میشه تضاد درونی راسکولنیکوف واضح‌تر و انتخاب نهاییش مهمتر جلوه کنه. تأثیر بر راسکولنیکوف. سویدرگایلوف با رفتار مرموز و تهدیدآمیزش به راسکولنیکوف یادآوری میکنه که اگه تغییر نکنه به انسانی کاملاً بی‌وجدان تبدیل میشه. اون حتی با دونستن راز قتل ازش به عنوان اهرم فشار راسکولنیکوف استفاده میکنه. پایان تلخ سویدرگایلوف هشدار بیواسطه به راسکولنیکوفه که این مسیر هرچند بیرحمانه و آزاد به نظر میرسه به نابودی کامل ختم میشه. میرسیم به کلیدی ترین مفهومات در کتاب جنایت و مکافات. یکی از اونها رستاخیز لازاره. نقطه اوج رمان به نظر من گفتگوی راسکولنیکوف با سونیا در اتاق سونیا بود. وقتی ازش راجع به دین، خدا و رستاخیز لازار پرسید. در انجیل عیسی مسیح مردی به نام لازار رو که 4 روز در قبر بود رو زنده میکنه. این رستاخیز نماد پیروزی بر مرگ، بازگشت به زندگی و تولدی دوباره است. انعکاس در جنایت و مکافات. 1. سونیا و خواندن رستاخیز لازار. سونیا برای راسکولنیکوف این بخش از انجیل رو با صدایی لرزان ولی مطمئن میخونه. انگار داره کلید رهایی رو به راسکولنیکوف نشون میده. این لحظه برای شخصیت اصلی رمان نه فقط شنیدن داستان، بلکه مواجهه با مفهوم امکان باززایی و تولدی دوباره است. 2. بیداری روانی راسکولنیکوف. راسکولنیکوف تا اینجای داستان در گور روانی خودش زندگی میکنه. انزوا، اضطراب، کابوس‌ها و بار وجدان. شنیدن این روایت برای اون یادآور میشه که حتی مرده ترین ارواح هم میتونن باز زنده بشن. تفاوت مهم بین لازار و راسکولنیکوف. برخلاف لازار که مسیح اون رو زنده کرد، راسکولنیکوف باید خودش مسیر اعتراف و رستگاری رو انتخاب و طی کنه. لایه روانشناسی داستان. احساس گناه در روانکاوی مثل مرگ روانی عمل میکنه. انسان رو فلج میکنه. روان رو در خودش میبله. خواندن داستان لازار نوعی کاتارسیس برای راسکولنیکوفه. اون در واقع راه رهایی رو پیدا میکنه. این لحظه ورود عنصر امید به روان اونه. لایه فلسفی داستان. 1. داستایوفسکی و مسیحیت. نویسنده معتقده که تنها ایمان و عشق توانایی اینو داره که انسان رو از پوچی و جهنم درونی نجات بده. لازار این حقیقت رو مجسم میکنه. 2. مرگ و تولد دوباره. از دیدگاه اگزیستانسیالیستی انسان میتونه در میانه زندگی بمیره و دوباره انتخاب کنه. این انتخاب آزادی حقیقیه. 3. فرد و مسئولیت. راسکولنیکوف باید مسئولیت بپذیره، اعتراف کنه و با رنج راهی به سوی رستاخیز درونی باز کنه. در نتیجه صحنه رستاخیز لازار نماد امکان رهایی از گور روانی گناه و پلی بین مرگ درونی و زندگی تازه است که فقط از مسیر ایمان، عشق و پذیرش رنج میگذره. خواب راسکولنیکوف، کودکی و اسب. راسکولنیکوف خودش رو در کودکی میبینه. پسرکیه که همراه پدرش جمعیتی رو میبینه که مردی مست اسب ضعیف و لاغری رو با شلاق میزنه تا گاری سنگینی رو بکشه. کودک دست پدر رو رها میکنه. همین رها کردن دست یعنی بریدن از 1. خدا، 2. خانواده یا پدر. با فریاد میخواد جلوی این بیرحمی رو بگیره اما کسی به حرفش گوش نمیده. مردم جمع شدن و به جای اعتراض شروع به تشویق صاحب اسب میکنن. لایه‌های روانشناسانه خواب. این خواب بیانگر حس عمیق همدلی و شفقت سرکوب شده در روان راسکولنیکوفه. اون توی بیداری تئوری انسان برتر رو ساخته که حتی میتونه مرتکب قتل بشه. اما توی ناخودآگاهش هنوز کودکی مهربان و ناتوان از دیدن ظلم وجود داره و اسب نماد قربانیان بی‌دفاع جامعه است. معنای فلسفی خواب. این خواب تقابل 2 وجه راسکولنیکوفه. عقل سرد و نظریه ساز که میخواد قتل رو توجیه کنه، قلب کودکانه و وجدان انسانی که تحمل ظلم رو نداره.
این خواب مثل پیشاگاهیه از رنج عذاب وجدان و فروپاشی که بعد از قتل تجربه میکنه. داستایوفسکی با این خواب نشون میده که راسکولنیکوف هر چقدر تلاش کنه منطق فلسفه بیرحمانش رو به خودش تحمیل کنه، در عمق وجودش هنوز انسانی پر از مهربانی وجود داره. جمع‌بندی: رمان جنایت و مکافات فقط داستان یک قتل نیست. در واقع سفری به درون تاریک‌ترین لایه‌های روان انسانه. داستایوفسکی با خلق راسکولنیکوف ما رو با پرسشی بنیادین روبرو میکنه. آیا عقل و منطق صرف میتونه توجیه کننده اعمالی باشه که وجدان و قلب اون رو نمیپذیره؟ راسکولنیکوف میخواست با نظریه انسان برتر از مرز اخلاق بگذره، اما روحش توان حمل این بار رو نداشت. تضاد بین عقل سرد و وجدان گرم اون رو به ورطه عذاب کشوند. در کنار اون سونیا با ایمان ساده و عشق بی‌قید شرطش نماد رستگاری شد و پرفری با بازی روانشناسانش نماد خرد آرام و عدالت. حتی سویدرگایلوف با سرنوشت تاریک خودش تصویری از سقوطی شد که راسکولنیکوف میتونست گرفتار اون بشه اگه هوش احساسیش رشد نمی‌کرد و بالغ نمی‌شد. این رمان نشون میده که انسان هر چقدر بخواد از اخلاق و معنویت فرار کنه، دیر یا زود صدای وجدان مثل ضربانی پنهان اون رو فرا میخونه و تنها راه رهایی نه در توجیه عقلانی بلکه در پذیرش مسئولیت و پیوند دوباره با انسانیت از دست رفته است. در نهایت جنایت و مکافات یادآور این حقیقته که بزرگترین دادگاه نه دادگاه قانون بلکه دادگاه روح خیشتن خیش است. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. در ضمن اگه دوست دارید تو همه کتابای من همراه من باشید، لایک و سابسکرایب یادتون نره و میتونید تو قسمت کامنت برای من کتابایی که دوست دارید با هم بخونیم رو بنویسید.